پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که رئیس حکومت جمهوری نیز است، روز 4 مارس سال 2024 با امضای قرار حکومت سوربان امیرخان خل محمدزاده را از وظیفه معاون وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان آزاد کرد. در قرار حکومت سبب برکناری این منصبدار بلندپایه با سبب به کار دیگر گذاشتن گفته شده است و یگان شرح دیگر داده نشده است. سبب اصلی برکناری خل محمدزاده و به کدام کار دیگر گذاشتن او معلوم نیست، اما سوربان خل محمدزاده در وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب امور ساحه انرژتیک را به عهده داشت و برکناری او در پی برای چند ساعت به هم زدن شبکه برق جمهوری در سنه 1 مارس سال جاری صورت گرفت. قرار معلوم روز 1 مارس در حالی که در تاجیکستان برف شدید می‌بارید و حرارت هوا خیلی سرد شده بود، انتقال نیروی برق به پایتخت شهر دوشنبه برای تقریبا 2 ساعت قطع گردید و به دنبال انتقال آب و گرمی در بسیاری از بناهای استقامتی نیز قطع گردید. مقامات قطع شدن انتقال نیروی برق را به صدمه در خطای انتقال برق از نیروگاه نورک ربط دادند و گفتند از بس که در سردی‌های روزهای اخیر استفاده نیروی برق از جانب ساکنان افزایش یافت، این باعث فشار بی اندازه به شبکه‌های انتقال برق گردیده سببگار سلسله صدمه‌ها در این شبکه‌ها شد. تصدیق درستی این فرضیه از جانب منابع دیگر خیلی مشکل به نظر می رسد. برای چند ساعت قطع شدن انتقال برق و آب و گرمی به خانه‌های ساکنان و تا پایتخت رسیدن قدم نامبارک لیمیت برق زندگی مردم را بخصوص در بناهای بیش القبته خیلی طاقت فرسا کرده و به گفته ساکنان خانه‌های آنها را عملاً به یخدان بتونی تبدیل داده است. این حالت به نوبت خود موج انتقادهای ساکنان از مقامات را به بار آورده است و مردم مسئولان را به ناآمادگی به فصل سرما عیبدار می‌کنند. انتظار می‌رفت که در پی این بحران برای سالهای آخر در تاجیکستان به سابقه نیروی برق که در دوشنبه قطع شدن انتقال آب و گرمی را هم در پی داشت، تصمیم گیری های جدی کادری صورت خواهند گرفت، اما فعلا معلوم نیست که آیا برکناری سوربان خل محمدزاده آغاز تغییرات کادری وابسته به این بحران است و یا در حقیقت با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه آزاد کرده شده است. خل محمدزاده تازه 16 ایون سال 2022 به مقام معاون وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان تعیین شده بود. او در این وظیفه همگی 1 سال و 9 ماه کار کرد. قبلا او در همین وزارت سردار ریاست الکتروانرژتیک بود.